يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد مصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروزه سوره قارعه. يا حامل القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعه. قا حرف استعلاء غفظ خوانده می شود و مد طبیعی دو حرکت می کشیم. قاریعه حرف را با کسره باریک خوانده می شود و در آخر تای مربوطه به حرف ح مبدل می گردد. القاریعه. اگر آیت یکم را با آیت دوم پیوست خوانیم حرف ت خوانده می شود که چنین خوانده می شود: القارعه ما القارعه. ما القارعه. همزه وصل کلمه ها رو پیوست کرد. حرف قاف حرف استعلاء است، غفظ خوانده می شود و بعد از آن الف آمد مد طبیعی دو حرکت می کشیم. ما القارعه حرف را با کسره باریک خوانده می شود و در آخر حرف ت در وقت ایستادن به حرف ح مبدل می گردد. و ما ادراک ما القارعه. و ما ادراک در اینجا مد منفصل بعد از الف همزه آمد، مقداری 2 3 تا 5 حرکت کشیده می شود. ادراک حرف دال با سکون قلقله صدا می دهد. ادراک. ادراک. بعد از حرف را الف آمد مد طبیعی و حرف را غفظ خوانده می شود. و ما ادراک ما القارعه همزه وصل کلمه ها رو پیوست کرد. قارعه در اینجا نیز حرف قاف حرف استعلاء است، غفظ خوانده می شود. بعد از آن مد طبیعی دو حرکت می کشیم. حرف را با کسره باریک خوانده می شود و در آخر حرف ت به حرف ح مبدل می گردد. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. یوم یکون مد طبیعی مقدار دو حرکت می کشیم. یکون الناس همزه وصل کلمه ها رو پیوست کرد. ناس مد طبیعی مقدار دو حرکت می کشیم. کالفراشل همزه وصل کلمه ها رو پیوست کرد. فراشل را مد طبیعی دو حرکت می کشیم و این چنین حرف را با فتحه غفظ خوانده می شود. فران فرا. کالفراشل همزه وصل کلمه ها را پیوست کرد. مبثوث حرف ب با سکون قلقله می کنیم. مبثوث در اینجا مد عریضی با سکون مقدار 2 3 تا 5 حرکت کشیده می شود. و تکون الجبال کالعهن المنفوش. و تکون مد طبیعی مقدار دو حرکت می کشیم. تکون الجبال همزه وصل کلمه ها رو پیوست کرد. جبال با مد طبیعی مقدار دو حرکت می کشیم. کالعهن همزه وصل کلمه ها رو پیوست کرد. عهنی بعضی ها به جای حرف هی حوض حرف ح رو میخونن، عه میخونن، این خطا است. عهنل همزه وصل کلمه ها رو پیوست کرد. من اخفا. منفوش. فوش در اینجا مد عارضی با سکون مقدار 2 3 تا 5 حرکت میخونیم. فاما من ثقلت موازینه. فاما مد طبیعی مقدار دو حرکت میکشیم. من ثقلت اخفا. ثقلت حرف تا با سکون آمد، در اینجا حمس میکنیم یعنی کمتر هوا رو سر میدهیم. موازینه مد طبیعی و دو حرکت میکشیم. زی مد طبیعی دو حرکت میکشیم.
موازینه در آخر حرف ه. فهو فی عیشت راضیه. فهو فی مد طبیعی مقدار دو حرکت میکشیم. عی مد طبیعی مقدار دو حرکت میکشیم. عیشت راضیه. بعد از تنوین حرف را آمد ادغامی به غنه. تنوین نون را به حرف را در آورده میخوانیم. عیشتین نه، عیشت راضیه. راضیه را مد طبیعی دو حرکت میکشیم و اینچنین حرف را قفز خوانده میشود با فتحه. راضیه. حرف داد با کسره دی خوانده میشود. راضیه. در آخر حرف ت به حرف ح مبدل گشت. و اما من خفت موازینه. و اما مد طبیعی مقدار دو حرکت میکشیم. من خفت اظهار حرف نون را روشن میخوانیم. خفت حرف ت با سکون. در اینجا هم قاعده حمس، یعنی بعد از تلفظ حرف هوا را به بیرون سر میدهیم. خفت موازینه و مد طبیعی مقدار دو حرکت میکشیم. زی در اینجا هم مد طبیعی مقدار دو حرکت میکشیم. موازینه. آیت بعدی فأمه هاویه. فأمه مد صله صغرا مقدار دو حرکت هو را میکشیم. هاویه ها مد طبیعی مقدار دو حرکت میکشیم. هاویه در آخر حرف تا به حرف ح مبدل میگردد. آیت بعدی و ما ادراک ما هیه. و ما ادراک مد منفصل مقدار 2 3 تا 5 حرکت کشیده می شود. ادراک حرف دال با سکون در اینجا قاعده قلقله. ادراک حرف را با فتحه قفز خوانده می شود و ادراک مقدار 2 حرکت کشیده می شود. ادراک ما هیه. ما مد طبیعی مقدار 2 حرکت می کشیم. و آیت آخر نارون حامیه. نارون مد طبیعی مقدار 2 حرکت می کشیم. نارون بعد از تنوین حرف ح آمد که در اینجا اظهار می باشد. نون تنوین را روشن می خونیم. نارون حامیه. ح مد طبیعی مقدار 2 حرکت می کشیم. حامیه در آخر حرف تا به حرف ح مبدل می گردد. اگر این بود درس امروزه. با همین درس را به انجام می رسانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.